دوست دارم برم ورزشگاه، خودم، دخترام، با پسرم برم ورزشگاه بشینم، بازیکنان تشویق کنم. همیشه حرف میشد با داداش امینا که میرفتن بازی داماشو تو ورزشگاه از نزدیک نگاه میکردن و همیشه راجع به این حرف میزدن که حال و هواش خیلی خوبه. الان چرا باید یه ورزشگاه رفتن دغدغه باشه واسه اینکه یه آرزوی خیلی بزرگ باشه واسه من دختر یا دخترای دیگه که آرزومون باشه که بخوایم بریم حداقل تیممون رو تشویق کنیم. واقعا دوست داشتم که جوری باشه که اون هیجان رو، اون نشاط رو، اون شوقی که همسرم همیشه راجع به فوتبال داشت رو من هم تجربه کنم. ما معمولا خودمون از توی خونه بازی‌ها رو تماشا می‌کنیم و اینکه بتونیم وارد استادیوم بشیم و مستقیم بتونیم بازی‌ها رو ببینیم خب خیلی هیجان انگیزتر میشه. خانواده‌های خودشون بیان اونجا بشینن، اینا رو تشویق کنن که اینا هم یه روحی داشته باشن که دارن این همه زحمت میکشن. الان داماش لیگ یک خیلی از تیمای دیگه که توی لیگ برترن هواداراشون مجوز اینو دارن که بتونن برن بازی رو از نزدیک نگاه کنن. خب مگه چه فرقی است بین تیم داماش و تیمای لیگ برتری؟ فوتبال دیگه، هیچ فرقی هم نمیکنه. چرا یه تیم که واسه شهر دیگه بعد این مجوز رو داشته باشه، طرفداراش خیلی بدون دغدغه و خیلی راحت بلیت تیم محبوبشون رو بگیرن برن بازی از نزدیک نگاه کنن، ولی چرا این اتفاق نباید واسه تیم داماش بیفته؟ با اینکه شهرهای خیلی کوچیک‌تری هستن تونستن که مجوز بگیرن برای ورود بانوان به داخل استادیوم. خب رشت الان مرکز استانه و حالا لیگ برتر بودن یا لیگ یک بودن چه فرقی میکنه؟ خب خیلی عالی میشه اگه همین جایی هم که مرکز استانه واقعا بتونن این امکان رو فراهم کنن که بتونیم هممون وارد استادیوم بشیم و از این فرصت‌های خوب استفاده کنیم. بنا به دلایلی هیچ وقت اون شرایط مهیا نشد، فراهم نشد. حتی الان هم با اینکه خیلی از جاها این امکان پیش اومده که خانوما وارد ورزشگاه بشن، با اون هیجان و اون محیط آشنا بشن، نمیدونم که چرا ما هنوز تو شهر خودمون این امکان رو نداریم. یکی از بهونه هاشون اینه که میگن زیرساخت مناسب واسه خانوما نیست توی ورزشگاه که بخوام مجوز بدن. مگه زیرساخت آقایون و خانوما فرقی داره؟ به عنوان کسی که همیشه دوست داشته که توی اون فضا باشه، من یک بار از دور برام پیش اومد که بتونم اون فضا رو تجربه کنم و خیلی برام جالب بود رفتار آقایون و محیط که بدون هیچ فحش و ناسزا و رفتار و برخورد بدی که یک خانم توی اون جمع نشسته. بازی‌های داماشو به صورت لایو تو گوشی نگاه میکنم، خب خیلی این واقعا حس قشنگیه و کنارش یه افسوس خیلی بزرگه. برمیگردم میگم وقتی من دارم از تلویزیون نگاه میکنم انقدر هیجان دارم، انقدر با هیجان تیم محبوبمو دارم تشویق میکنم، چرا نباید این انرژی رو بذارم توی ورزشگاه؟ چرا نباید با صدای بلندتر وقتی دارم تو خونه تشویقشون میکنم، چرا نباید این انرژی رو روی سکوها باشه؟ حداقل شاید یکیشون بتونه صدای منو بشنوه، بتونه همین انگیزه بشه که عملکرد بهتری بازیکن‌ها داشته باشن، بازیکن‌ها بتونن روحیه بیشتری بگیرن. همین الان هم باشگاه داماش درخواست داده و ممکنه الان موافقت بشه با این قضیه که بتونن خانم‌ها بیان داخل استادیوم. من امیدوارم که اگه این اتفاق افتاد حتما خانم‌های داماشی بتونن بیان و جایگاه خودشون رو اونجا توی سکوها پر کنن. امیدوارم بتونم هرچه سریعتر با برادرم، با خواهرم، حتی با مادرم بتونم برم بازی داماشو توی رشت ببینم. منم اون حسای خوب و حسای قشنگ رو واقعا تجربه کنم، چون همیشه وقتی صحبت میشه راجبش از حال و هوای ورزشگاه میگن که حال و هواش کنار زمین خیلی بهتره. واقعا من از ته قلبم دوست دارم که حداقل در رابطه با داماش، تیمی که میشناسمش و شاید الان حدود 8-9 ساله که دارم با هواشیش سر و کله میزنم، دوست دارم که اون حس رو، اون خوشحالی از ته قلب رو یا اون ناراحتی از ته قلب رو واقعا خیلی ملموس بهش دست پیدا کنم و لمسش کنم.